سؤال: من قال بالذهاب إلى العرافين في محاولة البحث عن المفقود من الأموال مثلا، وهو يعتقد أنه لا يجوز الذهاب إليهم في شفاء من مرض. سوال درباره چی بوده است؟ درباره کسی که میگوید درباره رفتن، در خصوص رفتن به سوی عرافین، یعنی فالچی ها، به سوی فالچی ها میرود. درباره چی؟ درباره تلاش و کوشش کردن کافتوکاوی یک چیزی گم شده، مثلا یک مال گم کرده، که مثال که یک حرکت کنیم که شاید میدونه در کجا بودیم اون مال، خیلی مال سبب باعث زندگی ما نبود. یا ربیم چی؟ وهو يعتقد أنه لا يجوز الذهاب، يعني میداند، اعتقاد دارد که جایز نیست به نزد وی رفتن فی شفای، درباره چی؟ شفا از یک بیماری. همین همش میداند، ولی چیکار میکند؟ با در برابر اعتقاد کرده میداند جایز نیست، ولی چیکار میکند؟ میرود یک بیمارم شفا یابد. خیلی یک حرکت کنیم که کل شیء سبب، بخصوصا تاجیکان چقدر تاجیک هست که خونش سوختگی اپشته میدونه وی چه بود، میدونه خدا نیست، میدونه وی پیغمبر نیست، میدونه وی غیب نمیدونه. خیلی اومد دیگه به قطار خلق دورنی آتش میری. سبحان الله. شیخ میفرماد که لا یجوز هذا، این جایز نیست. لأن من أتى عرافا، عرفون کسی که دعوا میکنه که من میدانم و میبینیش میگه که او رنگ روش دیگه جز ترکرم میدونه، تمام رنگ روش با همون بلگیرم میمونه، میبینی رنگ روش میگه که چشمه درون رفته تینجای من میگه برای گپ شدن برای راه پول کار کنید، من میگم تینجای میگه چشمه درون رفته انتره فکرم تو خوجگیت شوهرت رو غم میتیان کیه که شوهرش غمش نداده باشه در زندگی؟ فقط یعنی کم روزی همه حیاتی زن و شوهره روزی یکم نیست، حیات عروسی نیست. خب بعدی وای آخه بعد اوقاتی بینمک شدن است، لباس چرکی شدن است، لباس درمزده کردن است، به اجازه اخوان بروندن است، با شور غیبت کردن است، یا که بعد کارا خیلی این کار همش یعنی که مامانت یه روزی شناسایی نیست که مثلا گرم سری شاخم تلخی شیرینی دارد حیات. بچه با اساس آنکه پرسیدن میگیره بابا دردش برون بدن میره خیلی و شفا به فکرم دیر میبیادن میگه و اکثر مردم دیر میبیادن. مردم کار زندگی خصوصا در این دور زمان و میگه یعنی که گوه کی دونسته شده اینا رو عراف میکنه، یعنی که ادعای آن میکنه گوه کی علم غیب میدونه. دیران که کسی به نزد عراف یعنی که به نزد فالچی میگه معمولا فالچیش میگه لن تقبل له صلاة 40 یوما، در مدت 40 روز نمازش قبول نمیشود. این درباره کدوم نماز؟ نمازهایش که قبول میشوند، همون نمازهایش که قبول میشوند به سبب پیش عراف رفتنش قبول نمیشوند. فهمید؟ اخرجه مسلم و احمد و البیهقی. من اتى عرافه، کسی به نزد فالچی بیاد، او کاهنا، اینا هم یکی از فالچی های مثال ستاره شناس و یا که بگیم فالچی و پیش بین، فصدقه بس او را چیکارش کند؟ باورش کند. اکشیتم راست میگه خودش انا میخیر و گفتم میرد سرش توفتن میگیره گرم کردن میرد و تصدیق کردن میگیره راست میگه بما یقولو فقط کفر بما انزل علی محمد و با اون چیزی که با پیغمبر با محمد صلی الله علیه و آله نازل شده کافر شده. با پیغمبر صلی الله علیه و آله چی نازل شده گه با چی کافر شده است؟ با قرآن کافر شده است. همون کسی که با میرود دیگه گوش که قرآن گیره پرتا نمیگه کور میشم شل میشم کج میشم میگه ابا میگه که با اونجا رفتادی بند نمیترسی کور میشی شل میشی کر میشی. انا همونه
نعم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في السنن. نعم. هاي حديث ورا الشيخ ذكره. ولما سئل عن الكهان وقتی که درباره فالچی ها پیشبینا سوال کردن پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت لا تأتیهم، به نزدشون نبیا، به نزدشون نرو، لا تأتیهم، به نزدشون نرو. گفت أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. نعم. فلا يجوز الذهاب إليهم حتى ولو لم يصدقهم. جایز نیست به نزد ویها رفتن حتی اگر باورشون هم نکنن. فهمیدید؟ برای کسی میگوید که من هم روم که باور ندارم. هر یک باور باور نداری. یک دو گپش راست بیاد، یک دو کارش که موافق بیاد دیگر باور ارمون سر میشه. مردمی که مشرک بودن و بت پرستی کردن و یکی یک بار شیطان برای من بت نگفت. آیسته آیسته وقتی که آدمای صالح عالما رو الله تعالی از بین گرفت بس چیکار کردن شیطان بعد از سالها اومده گشت گفت که خب آدمای خوب بدن هم گذشتگی هم در روح ارواحاشون برام ارواحاشون فاق میگفتن بس چیکار میکنن هیچ به خاطرات نه صورتاشون چیکار به خاطرام چیکار که تخمینا بینش هم قبل سانتی میاد گوشار میکنن سال یک چشم استوس کنن دیده در خاطرام برونزه ده به تخمینه یک صورتاشون کشیم حالی که خاطر صورتاشون شیطان که هیکل بعد در مجالسی که امر معروف میکنن در همونجا موندنشون گفتن هر باره میگذاریم یا با میبینیم شو هیچ چرا نه نصیحتاشو به خاطرامون میرسد بگفتن. فهمیدید یک دوره که گذشت یعنی یک گروه مستفیدان مردن با جوانای نو پیدا شدن با اومد گفت که شما اینا رو میدونید ها شنیدگی هم خیلی آدما خوب میدونید نه فقط اینا آدمای خوب بودن اینا هم خیلی انسانایی بودن که لایق آمدن که ما باید سجده کنیم احسان کنیم اینا با آدما مقرب اینا انسانایی بودن که به الله مقرب نزدیک بودن و چیکار کنیم قربانی کنیم تمام نیکیاشون احساناشون وارد اونجا میگذروندن توی نغمه چیزاش نماز میگذروندن چیکار با اساس سجده میکردن بعد طوافشون میکنن آیسته آیسته از چی سر شد از صورت هر کاری که برده به شرک میرسوند اون باید که احتیاط کرده شود اینم چیه من باور ندارم هم تو که ببینم چیکار میکنن ببین آیسته آیسته برده مشرکت میکنه داخل فلا یجوز